من محمود علمی هستم، دانشیار جامعه شناسی دانشگاه آزاد تبریز. از کنفرانس دوم در اینجا شرکت کردم، کنفرانس 2008 2010 و امسالم 2012. موضوعات جالبی در اینجا بررسی می شود و در رشته من که جامعه شناسی هم هست کاربرد زیادی داره. این کنفرانس نسبت به کنفرانس های دیگر برای من خیلی اهمیت داشت و جا داره که از مسئولین ایرانی این کنفرانس هم من سپاسگزاری و تشکر بکنم. تنها مشکلی که ما جهت حضور در این کنفرانس داریم شرایط ویزا و ثبت نام است که با همکاری مسئولین ایرانی این مشکل خوشبختانه برطرف میشه. امیدوارم در آینده بتونیم در این کنفرانس شرکت فعالی داشته باشیم و مسائل کاربردی را هم در اینجا بررسی بکنیم. ممنونم، تشکر.